درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 43. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. اساساً آسیای میانه همیشه یکی از مرکزهای بسیار مهم ادبیات فارسی بوده، بلکه پس از نابود شدن ادبیات این زبان به واسطه هجوم عرب و سوزانیدن آثار و کتاب‌های فارسی، آسیای میانه قدیمترین منبع و سرچشمه ادبیات فارسی است. می سال 1926 مسکو. ابوالقاسم لاهوتی. در زندگی نه همه وقت واقع می‌گردد که ترجمه حال یک آدم با ترجمه حال خلق او موافق آید. سرگذشت صدرالدین عینی خوشبختانه همین طور است. راه حیات عینی از سالهای تیره و تاریک گذشته تا قله‌های درخشان امروزه با حیات خلق ما زیچ وابسته است. میرزا ترسونزاده. قاری ملا کرامت تنبوری دلکش. وفات سال 1320 هجری. غزل از تذکیره افضل. خرم دل آن کس که نگارش ببر آید، آسودگی جان که شب هجر سر آید. از عشق تو هرگز نشود یک سری مو کم، گر فی المثل آن زلف سیه تا کمر آید. اینجا مراد به زلف ریش است، وگرنه پور بی معنی می شود. از عشق تو هرگز نشود یک سری مو کم، گر فی المثل آن زلف سیه تا کمر آید. اشکم شب هجران تو می ریخت ز دیده، زان گونه که از ابر بهاران مطر آید. از بحر سراغش چی روی کوچه به کوچه، یک دم بنشین یار در این ره گذر آید. از ترس پدر می کندم وعده خلافی، یا رب چو مسیحا چی شود بی پدر آید. سایند حریفان بسرم دست نوازیش، از طبع روانم همگی شعری تر آید. هرچند خزف ریزه بود شعری تو دلکش،
در دیده احباب چو در و گوهر آید. دلکش در شعر و موسیقی شاگرد احمد مخدوم دانش است. در عهد احمد مخدوم و بعد از آن به حرمت زندگانی می کرد. مردی آزاده لباس، نازک مزاج و حور طبیعت بود. مردمی بخارا بنابر کمال توقفش در موسیقی ناز او را به جای نیاز قبول کرده به خرسندی خاطرش می کوشیدند. امیر عبدالاحد را به طرز حیات دلکش رشک آمده وی را ملازمی ریکاب کرده از زندگانی آزادانش محروم ساخت. بیچاره دلکش ساری بخاری و زاری دربار امیر بزوری مقاومت نموده عاقبت به بیماری سیلی گرفتار آمده وفات یافت. تذکیر نویسان معاصرش مثل افضل و محترم مما الیه را بنابر خودپسندیش از عمر برخوردار نشده مرد گفته قید کردند. برای خوش آمد امیر محمد صدیق حیرت در تاریخ وفاتش نوشته: رباعی فریاد که بگزید طریق دوری از دهر آن شخصی فاضلی مشهوری سال تاریخ فوتش این نام نیکوست قاری ملا کرامتی تنبوری 1320. میرزا آستانقل دبیری کت قرغانی در بخارا توطن اختیار کرده در آنجا نشو و نما یافته است. مما الیه از جمله مهاجرین انقلابیون بخارا به حالا در قید حیات است. مرغ دل تا به خم زلف تو مأوا دارد هوسی سنبولی سارا نکند جا دارد. بهر تشریف تو ای سرو قدی لاله عذار جان به کف عاشق دل خسته مهیا دارد. زود بشتاب به بالین من ای روح روان جان من آرزوی بوسی کفی پا دارد.
جای آن است دبیری که به نظم تو فلک صرف سازد همه گر عقد ثریا دارد. بابی زال. ذبیحا یهودی سمرقندی از شعرای اواخر عصر 12 هجری از تحفة الاحباب. این چه گنج است که دنیا همه ویرانه اوست، وین چه شمع است که دلها همه پروانه اوست. در و دیوار جهان جمله ز جامش مستند، الله الله چی می است این که به پیمانه اوست. ساقیا هست در این بزم قدح بخش کریم، همه را چشم به دستی وی و پیمانه اوست. عالمی عاشق و این طرفت او با همه یار، هر یکی در غلط افتاده جانانه اوست. طرح شعری که برانگیخت ذبیحا امشب، اهل عالم همه را گوش بر افسانه اوست. ذاکر خواجه نمنگانی، وفات 1243 هجری. غزلی ذو قافیتین از تحفة الاحباب. ای برای خاک پایت زار در بازار زر، زد غزال از شرم چشمان تو در کهسار سر. ای دل از دوری مدیح از دست دامان طلب، بر رخت خواهد کشودن عاقبت دلدار در. از هجوم معصیت روی امید خود متاب، ذلت عصیان ز آدم شد به استغفار فر. کار دوران جمله معکوس است از دوران مرنج،
خون خورد دانا در این محفل، گلی بی خار خر. آشکارا کرد رازی ما بنا اهلان رقیب، باد گوشی فتنه جویی آن سگی مکار کر. گرچه ذاکیر خشک شد از برق اسیان کشتی ما، هست گلهای امیدی وعده ستار تر. هاتفی خوجندی در تاریخ وفات ذاکیر گفته: شب بود در اندیشه تاریخ وفاتش، فرمود خرد قد جعل الجنت مثواه. قاری عبدالمجد ذوفنون بخارایی، وفات 1321 از تذکیره صدر ضیا. دور دار از سر غرور و پاک از دل کینه را، جلوگاهی خویشتن کن دیده آینه را. ذوفنون فرهاد هم می کند و من هم می کنم، او بتیشه بی ستون را، من بناخون سینه را. ذوفنون از شاگردان رشید احمدی کله است. موافق لقبش حقیقتاً ذوفنون بود. خصوصاً در علم طب حذاقت فوق العاده داشت. چون اطوار ابنای روزگار را نمی پسندید، خصوصاً از اهل دربار امیر بسیار تنفر داشت، این نفرت خود را بالطبع اظهار هم می کرد. لاجرم سلامت را در دیوانگی یافته بود. بنابراین با همه عقل و ذکا و فضل و کمال خود را ساخته صنعی دیوانه به قلم می داد تا که از هر گونه بازخواست ایمن باشد. ذوفنون را در ترکی عثمانی، عربی و فارسی شعر بسیار بود. از آنجا که در شعر اهتمام نداشت و به کسی هم نمیداد، آثار از آن باقی نماند. قاضی میرزا عنایت الله رشید بخارایی، وفات 1228 از تحفة الاحباب. چون سپند آتش زند در خرمن جان
نالم می دمد چون شمع از هر موی مژگان نالم برق آفت می شود در خرمنی بادی بهار گرد راند همچو بوی گل گریبان نالم آن ادب پرورده شوقم غبارم توتیاست سرمه می جوشد به یادی خوش نگاهان نالم ریختم بر باد رفتم گه چو شبنم گه چو شمع صبح جوشی گریه‌ام شامی غریبان نالم سرمسان افسردنی چشمم خموشم کرده است یا رب از هجرش نگردانی پریشان نالم بدتر است از شام غربت داغم از جوشی نشاط رونق افزاید چو بلبل در گلستان نالم نیستم چون بلبل و قمری گرفتاری بهار نسخه دارد مگر زان خطی ریحان نالم همچونی گشتم تهی از شهد هستی ها رشید در ادبگاهی محبت نیست آسان نالم چی کنم سنگ دلان نظری شرارم کردن همچو گل نسخه دلهای فگارم کردند سیرم از بزمگهی اهل دعا بیرون نیست همچو تأثیر ز بس ناله سوارم کردند کاش آیینه من فرش غباری می شود سخت داغم که به هر جلوه دچارم کردند عرق‌آلود خجالت به جهان آمده ام طفل اشکم که محیط ز کنارم کردند شادم از بخت سیاهی تبهی خویش که باز سرمه در چشم ز گرد ره یارم کردند رمزی خوقندی از شعرای عهد عمرخان واری خوقند است از تحفة الاحباب تا به گلگشتی چمن آن گل عذار آمد برون نرگس از شبنم به چشمی اشک بار آمد برون چون شنیدم مژده وصلش به استقبال او
جانی غمگینی من از جسمی نزار آمد برون. از جراحت زاری داغی دل غباری ناله ام، گرد بادی گویا از لاله زار آمد برون. تا به گلشن رفت آن سروی نزاکت جلوه ام، مشتی زر بر کف گل از بحری نثار آمد برون. خاکی حسرت ریخت بر سر از ندامت داغ شد، همچو شمع آن کس که صاحب اعتبار آمد برون. می سزد ریحان فتد رمزی ز چشم اعتبار، تا خطی مشکین به دور لعل یار آمد برون. رندی نمنگانی از شعرای دوره عمرخانی است، از تحفة الاحباب. شب که آهم در خیالی لعل یار آمد برون، جوی اشک از دیده ام گوهر نثار آمد برون. سوختم از بس به یادی آتشین روی چو شمع، آهی من چون دود اشکم چون شرار آمد برون. بر امیدی آن که گاهی کاکل افشان بگذری، سنبل از بحر تماشا در بهار آمد برون. آب و رنگی آگهی از مردمی دنیا مخواه، سبزه این باغ غفلت آبیار آمد برون. در عنانش می دود اشکم گلستان در رکاب، سرو گل رخساری من هرگه سوار آمد برون. از عرق پیمایی خطی رخش غافل مباش، سبزه بیرون گشت شبنم در بهار آمد برون. شب به محفل چشم مستی او قدح پیما رسید، رندی سرگشته ما از خمار آمد برون. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 43-юмро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.